درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز دوشنبه 19 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش‌های روز. برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد مجمع کلی این نهاد معتبر جهانی به ارزیابی مشکل موج مهاجران و پناهندگان سراسر دنیا بخشیده می شود. سایر ملکانی که از زمین‌های غیر قانونی خریدهشان محروم شدند طلب دارند که مجازات عادلانه باشد و رئیسان زمین فروش هم به جوابگری کشیده شوند. اینجا یک ماده قرار تو قبر اومده. برای چی مثلا 6 نفر دیگه سو مبلغ داده زمین خریدگیان اون 6 نفر را چپا نکیسه تو قایمه را چپا. من روزیم همش چپا کنم خونه مرا چپا. و نخستین حاجیان تاجیک با خوشحالی از زیارت خانه خدا به وطن برگشتند. خیلی تمام جاش گشتیم ده همش زیارت کردیم دیدیم گشتیم به هر جاهای آزاده جاهای خوب جاهای سیر پر عجایب جاهای ساز. و اکنون تفسیر خبرها. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در ششمین سالگرد حمله خونین در دره کمراب به ناحیه رشت سفر کرد. سال 2010 در دره کمراب یک گروه از افراد مسلح به ماشین‌های سربازان وزارت دفاع حمله کردند و در مجموع 28 نفر را کشتند. وزیر امور داخلی ضمن واخوری با کارمندان ریاست کمیته امنیت ملی در رشت از آنها خواست که مبارزه را با تروریسم، افراطگرایی و دیگر خطر و تهدیدهای زمان معاصر تقویت بخشند و همچنین از شرکت جوانان تاجیک در جنگ‌های خارجی جلوگیری کنند. در دادگاه شهر دوشنبه ابدارکننده دولتی برای بزرگمهریار و نوردین محکموف محکوم شدن به مهلت طولانی زندان را طلب کرد. رستم تقدیرزاده گناه این دو وکیل را اثبات شدن امید و خواست که بزرگمهریارov به 25 سال و نوردین محکموف به 23 سال محبس محکوم شوند. این دو وکیل به برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به تغییر ساخت دولتداری ابدار می شوند. بزرگمهریارov وکیل دفاع معروف که از حقوق‌های 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای دفاع از آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. یارو و محکمه سیاسی بودن پرونده هایشان پافشاری میکنند و میگویند که سبب بازداشت و متهم شدن آنها تلاش برای حمایت از اعضای حزب منع شده نهضت اسلامی میباشد. با گزارش رسانه‌های آمریکا، مقامات انتظامی 5 نفر را برای بازپرسی درباره ترکش در نیویورک بازداشت کردند. در نتیجه ترکش بمب خودساخته در محله چلسی در مرکز نیویورک روز 17 سپتامبر 29 نفر زخمی شدند. عین زمان احتمال ارتباط ترکش با بمب خودساخته دیگر در نزدیکی محل ترکش و انفجار بمب لوله‌ای در نیوجرسی تحقیق می شود. مقامات میگویند تاکنون ارتباط این حمله ها با کدام گروه بین‌المللی تروریستی را پیدا نکردند. در حالی که آمریکا در پی این ترکیش‌ها چاره‌های امنیتی علاوه‌ای را می‌اندیشد، در نیویورک مجمع کلی سازمان ملل متحد با رهبران کشورها و حکومت‌ها به کار خود شروع کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. امروز در نیویورک مجمع کلی سازمان ملل متحد افتتاح خواهد یافت. برای اولین بار رهبران کشورها و حکومت‌ها در سطح عالی موج مهاجرت و پناهجویی میلیون‌ها نفر را بررسی نموده، سعی می‌کنند که کشورها را به برخورد مشترک بشردوستانه تشویق نمایند. سازمان ملل متحد این مجمع را امکان تاریخی تهیه سند برای عکس‌العمل بهتر بین المللی در حل مشکل مهاجرت و پناهندگان ارزیابی می‌کند. حامیان حقوق بشر پیشنویس این سند را تنقید کرده می‌افزایند که طبق نقشه آن دارای مقام مشورتی بوده اجرای آن مجبوری نخواهد بود. به قول حامیان حقوق مشکل مهاجران و پناهجویان با واکنش جدی‌تر جامعه جهانی نیاز دارد. احتمال 20 سپتامبر بعد مجمع کلی سازمان ملل متحد با تشبث ایالات متحده آمریکا جلسه رهبران 40 کشور عالم دایر گردد که در آن واکنش بیشتر از جمله تقدیم کمک، قبول شماری بیشتر مهاجران، تعلیم و معارف و پیشنهاد جایهای کاری برای مهاجران و پناهندگان بحث شود. فعلا بیش از 65 میلیون نفر در حال حرکت در گوشه‌های مختلف دنیا می‌باشند. از این میان بیش از 21 میلیون نفر از مناطق جنگ زده شبه سوریه و یا گرسنگی و تعقیب فرار کردند. 8 کشور عالم ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپیا، اردن، کنیا و اوگاندا بیش از نصف پناهندگان دنیا را قبول کردند. امسال در مجمع کلی سازمان ملل متحد از نام تاجیکستان شام روز 19 سپتامبر وزیر کارهای خارجه سیراج‌الدین اسلوف سخنرانی می‌کند.
طبق نتیجه‌های مقدماتی انتخابات دومای دولتی روسیه که روز گذشته دایر شد، حزب حاکم پیش صف باقی میماند. نتیجه‌های 80% آواز رای دهندگان در روسیه نشان داده است که حزب روسیه واحد احتمالاً از حساب 450 کرسی پارلمان 300 تای آن را به دست می‌آورد. طبق گزارش‌ها این حزب 54 از 128% آرای مردم را به دست آورده و از حزب اصلی در دوما خواهد بود. فقط 3 حزب دیگر ممکن است 105% را عبور کرده و به پارلمان روسیه راه یابند. از جمله حزب کمونیست 13.61% آرای مردم را به دست آورده است. حزب ملی‌گرای لیبرال دموکراتی روسیه زیر رهبری ولادیمیر ژیرینوفسکی 13.37% آواز گرفته است. به حزب روسیه عادل کمی بیشتر از 6% مردم رای دادند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که در انتخابات روز یکشنبه 18 سپتامبر تقریبا زیاده از 47% مردم شرکت کردند. این هم در حالی است که در انتخابات 5 سال پیش 60% رای دهندگان شرکت کرده بودند. نخستین گروه زایران تاجیک را که به زیارت خانه خدا مشرف شدند، پیوندان در فرودگاه بین‌المللی پیشواز گرفتند. طور خبرنگاری ما میگوید جریان پیشوازگیری حاجیان تا حد خاکسارانه بوده است. سالهای پیش زایران را در فرودگاه با پایانداز و کاروان ماشین‌های گرانبها استقبال می‌گرفتند و مقامات تاجیکستان مجبور شده بود که استقبال پرشکوه و سرخرج زایران را منع کند. فرزان محمدی از جریان پیشوازگیری اولین گروه حاجیان و همچنین تأثیرات آنها از مناسک حج نوار برداشت. ظهر 18 سپتامبر نخستین گروه حاجیان تاجیک که عبارت از 200 نفر هستند به وطن برگشتند. به اطلاع کمیته دین باقی مانده حاجیان تاجیک از زیارت خانه خدا به وطن تا نیمه ماه اکتبر برمیگردند. امسال از تاجیکستان کمی بیش از 6000 نفر امکان پیدا کردند برای ادای مناسک حج به شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی سفر کنند. طبق نقشه سفر حاجیان تاجیکستان از 21 آگوست آغاز گردیده و تا 5 سپتامبر ادامه کرد. حاجیان تاجیک بعد بیرون شدن از فرودگاه بین المللی دوشنبه در نخستین صحبت با آزادی از گرمی شدید در عربستان سعودی حرف زدند و شکرانه کردند که باسد مشکلی هم باشد به زیارت خانه خدا مشرف گردیدند. قریب که در تمام نمازها صلات جنازه میخواندیم، در تمام نمازها. من شاهد اون هستم که همراه ما چقدر پیرانسالان بودن که خدای تعالی برای هر یکی اونها باز هم قوت داد. تمام شهرش گشتیم، مدینه را گشتیم، مکه را گشتیم، چی را گشتیم، تمام جاش گشتیم، در همش زیارت کردیم، دیدیم، گشتیم، به هر جاهای آزاده، جاهای خوب، جاهای سیر پر، جاهای ساز. در جریان ادای مناسک حج امسال 3 زائر تاجیک جان داده و جسد آنها در قبرستان شرائع در مکه به خاک سپرده شده است. حج یکی از رکنهای پنجگانه اسلام به شمار می رود و بر اساس تعلیمات اسلامی برای هر فرد مسلمان که توانایی مالی داشته باشد دوام عمر یک بار حج کردن فرض است. ارزش خدمت رسانی ها در موسم حج 2016 در تاجیکستان حدود 29000 سومانی مقرر شده بود. و برنامه را با گزارش از ولایت ختلان ادامه میدیم. بکار کردن دهها قرار وابسته به زمین در ولایت ختلان با کار و زندگی مردم در این منطقه مشکل ایجاد کرده است. چون مردم در این زمین ها الکه یا خانه ساختند و یا خوجگی دهقانی تشکیل نمودند. ساکنان این منطقه از آن شکایت دارند که با زود بکار شدن قرارهای رئیسان و شهر نوایی قبلی از جانب رئیسان نو ضرر اقتصادی میبینند ولی کسی خرج آنها را جبران نمیکند. مومن احمدی در این باره گزارش میدهد. مقامات به علیم جان اسحایف امر دادند خانه اش را چپه کند. خانه ای را که بعد گرفتن زمین در سال 2009 در دهه رودکی ناحیه وخش بنیاد کرد. بعد بنیاد خانه مقامات قرار دادن زمین را بیکار کردند و امر دادند زمین را به حالت پیشتر برگردانند. لیکن ما 6 نفریم. اینجا یک ماده قرار تو قبر اومده. برای چی مثلا 6 نفر دیگه سو مبلغ داده زمین خریدگیان اون 6 نفر را چپا نکیسه تو قایمه را چپا. من روزیم همش چپا کنم خونه مرا چپا. شکایت او به دادگاه نتیجه نداد. در پیش روی فصل سرد قرار است این خانواده با 5 فرزند بیرون ماند. در ولایت ختلان دادستانی 91 قرار مسئولان درباره جدا نمودن زمین را به اعتبار کرده است. دادستانی ولایت گفته است که قریب 60% قرارهای بیکار شده را رئیسان فعلی برآوردند. یکی از این قرارها درباره زمینی علیم جان است. کارشناسان بر اینند که ضرر مردم به خاطر غیر قانونی دانستن قرارها جبران نمی شود.
در حالتی که خواجگی دهقانی میشود خواجگی اون زمین ها باید مقصدناک استفاده برند برای کشت کاه. لیکن در بسیار حالات ما دیده می‌بینیم که غیر مقصدناک این زمین ها غیر قانونی فروخته میشوند و در همین زمین های خواجگی دهقانی خانه ساختند، خودسرانه خانه ساخته شده است. مراد منانوف در 1 هکتار زمین باغ بنیاد کرد. 80% درآمدش را از آن می‌گرفت. بیکار نمودن قراری خواجگی دهقانی او را به حالت ناگوار گرفتار کرده است. ضرر خود را او 10,000 سامانی حساب نموده به قول او رفت و آمد و دو او را به در اداره‌های مختلف در بر می‌گیرد. الان ضرر باید باید درغون کنم. در اکثر موارد به اعتراف حقوقدانها رئیسان ناحیه بی رعایت ترتیب حجتگذاری قرار میبرند که عاقبت آدمان را سرگردان میکنند. طبق معلومات رسمی در ولایت ختلان 100 هکتار زمینی که غیر قانونی برای بنیاد خواجگی دهقانی و خانه به مردم تقسیم شدند به مالکیت دولت تبدیل شدند. صاحبان زمین که خود را جبر دیده می‌حسابند می‌پرسند که چرا رئیسان برای برآوردن قرارهای غیر قانونی جزا نمی‌بینند. دادگاه ولایت ختلان تاجیکستان یک پزشک معروف را برای 24 سال روانه زندان کرده است. بگماد کلوبیف سردختری سابق ناحیه شوراباد و شمسیدین شاهین حاضره بر اساس 3 ماده کدکس جنایی از جمله در کشتارهایی که سالهای 1998 تا 2000 صادر گشته است متهم می شود. پیوندان بگماد کلوبیف گفتند که از بالای حکم دادگاه شکایت کاساسیونی می برند. کلوبیف بیش از 20 سال در ناحیه شمسدین شاهین به حیث جراح فعالیت کرده است و قبلا به سوء استفاده از منصب و پیشنهاد پوره به دادستان این ناحیه عیبدار میشد. ولی سال گذشته دادگاه ولایت ختلان پس از بررسی 1 ساله این پرونده او را بیگناه دانسته در برابرش حکم سفید کننده صادر کرده بود. و در شهر کلو بینای یگانه شرکتی را ویران کردند که به استحصال و فروش چکن، یک نوع گلدوزی ملی و قدیمی در تاجیکستان مشغول بود. به گفته مقامات بینای شرکت چکن در مرکز شهر به بنیاد رمزی ملی کشور خلل می‌رساند. سرنوشت ده‌ها کارگر شرکت نامعلوم است. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرسیاتا. شهرداری کلاب به ویران کردن بینای شرکت چکن در داخل باغ فرهنگ و فراغت شهر آغاز کرده است. در جای این شرکت به گفته مقامات نشان تاجیکستان قامت می افرازد. ظریف ولیوف رئیس شرکت چکن که شاهد ویران کردن کارخانه‌اش بود به رادیوی آزادی گفت که به او فرصت ندادند تا جای دیگری برای کارخانه پیدا کند. اما مقامات شهر کلاب گفتند که اداره اموال خراجات شرکت را حساب دارد و قرار است برای مالکش در جای دیگر زمین دهند و مبلغ پرداخت کنند. ظریف علیوف بینای شرکت چکن را 10 سال پیش در آستانه تجلیل از 2700 سالگی کلاب با خرج 300,000 سامانی بنیاد کرده است. 10 زن به کار جلب شدند و نوهای گوناگون چکن از قبیل پیراهن، رویمال و طاقی می دوختند. زنها به اساس قرارداد کار میکردند و ماهی از 700 تا 1,500 سامانی مزد می گرفتند و اکنون به گفته ظریف علیوف از جای کار محروم شدند. چکن یگانه شرکت است در تاجیکستان که به تولید گلدوزی های چکن مشغول است. چکن یک نوع گلدوزی قدیمی است که تا حال در بسیاری از نواحی جنوبی تاجیکستان به خصوص کلاب و درواز به طور گسترده استفاده می شود. این گلدوزی قدیمی ملی تاجیکان را یونسکو مؤسسه علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد به فهرست میراث غیرمادی فرهنگی وارد کرده است. و در پایان یک خبری فرهنگی هم داریم. مسئولین شرکت موسیقی که با برگزاری جشنواره‌های آوازخوان‌های کشورهای شرقی از جمله تاجیکستان مشغولند از لغو کنسرت نوبتی در مدینه جمهوری امارات متحده عرب خبر دادند. و خبر و گزارش‌های بیشتر از این را می‌توانید در وبسایت ما در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیدا کنید.